یعنی کلمه طیبه گفتگیش لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدا مگرم یک خدا است. این ایمان میگن این چیزا. کسی که همین کلمه را خدا خود به زبانش می آورد و ایمان آورد به کی؟ یعنی الله و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. و دیم بچه میتیم شهادت میتیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، و گواهی میتیم که نیست خدا با مگرم یک الله است، و گواهی میتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول یعنی خبرچی و پیغمبر خدا هست. چون که خدا محمد نه انشاءالله چکا کرد؟ حکم ما را رسوند، محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما رسوند. الحمدلله، بیادت شکر. سیومش کلمه شهادت است، یعنی کلمه توحید. توحید گفتگی یگانگی خداوند ایمان آوردن. عزیزان من، لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا گفتگی کلمه عربی نیست خدا، لا اله الا الله مگرم یک خدا هست. لا شریک له، خداوند شریک نیست. عزیزان من، جوره نداره، خدا دوست نداره. له الملک، همه ملک تمام روی دنیا از آنی که است الله هست. له الملک و له الحمد، و تمام تعریف و توصیف به همین ذات الله هست. عزیزان من، چقدر تعریفش کنی انشاءالله خدا خط کم است. یک بزرگی خدا میگد که اگر تمام وجود من که پشم ها که دارد بدن من، اگر خدا همین در زبان پیدا کنی، یک انشاءالله خدا خط نعمتی تر من بجا آوردن نمیتونم. یک نعمت میگد. وله الحمد یحیی و یمیت. خدا میگه دائم زنده های. عزیزانی من، خدا نمیمرد، ما میمریم. ما فرصت داریم، ما سرچشمه داریم و انتها داریم. سرچشمه من گم که 70 سال باشم تولد شدم، بلکه 2023 است، این 25 است یا 30 است. خدا چقدر فرصت داشت، آخر من میمرم. هو الحی الذی لا یموت. او ذات است که هرگز نمیمرد. همه دنیا میمرد، همه دنیا هم مهلت دارد، همه دنیا هم یک زمانی میشد نست و نابود میشد. عزیزانی من، یکی خدا هو حی الذی لا یموت یحیی و یمیت. خدا زنده میکند ما و شما را و میمیراند. طوری ما نبودیم، در هیچ جا نبودیم، به توفیل پدر و مادر یک جایه شد. الله سبحانه و تعالی من و شما چکا کرد؟ آفرید. الحمدلله. از یک قطره آب الله سبحانه و تعالی در رحم مادر کن فیکون شو گفت، بس ما و شما شدیم. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه شما را در بچه‌دان‌های مادراتون چی خیلی که بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه نر، خواه ماده، خواه مرد، خواه زن، چی خیلی که بخواه الله سبحانه و تعالی ما و شما را می آفره. ببینید، ما شما را آفرید انشاءالله. در دنیا آورد مو و مهلت مو داد انشاءالله. خدا خواست 50 سال است، 80 سال است، یک عصر. عزیزانی من، عمر داری خلاص. در دوام یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم، یکی در دوام همین باید که ما طاعت عبادت داشته باشیم. عزیزانی من، این عمرایی که عزیز خدا داده در زلالت، در گناه صرفش نکنیم، در راه شیطان ملعون صرفش نکنیم، بلکه در راه الله صرفش کنیم انشاءالله. خدا خواهد. خیلی رسمی دنیای 4 روزه میگن، دنیای 5 روزه میگن. همین 5 روزش 5 تا 20 20 40 60 80 100. 4 روزش 4 تا 20 40 60 80. تمام. همه که عمر داره، نه که در همه که عمر هم البته خدا خواهد 20 سالش میگه در کودکی میگذرد، در جوانی مستی میگه، در پیری سوستی. کی میکنی که بعد خدا پرستی؟ کی میکنی خدا پرستی؟
این عمر اندک مگذرد میراد انشاءالله خلاقت و ما و شما را یک زمان الله میمیراند، میمریم، از این دنیا میریم و البته پیش الله سبحانه و تعالی میریم و از این عمرهایی که در این دنیا کردیم یک جواب میتیم. خدا سوره انشاءالله اذا زلزله آخرین آیتان چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر چند یک خدا خواهد عادی ترین چیزا هوا عادی پردمت شواریم میگه خوبی کنی میگیری و بعدی کنی انشاءالله میگیری. الله چنان الله است، الله چنان خدا خواهد مهربان است برای ما و شما. می‌بینید و هو علی کل شیء قدیر. خدا به همه چیز قادر عزیزان من، همه چیز. نخواه در یک دقیقه دنیا را نیست و نابود میکنه، خواه در یک صورت زنکت میکنه، خواه زنک مردک میکنه. او سلطان هر چی خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. او بے پدر حضرت عیسی اومد کو، بے پدر آدم اومد کو، بے پدر ماما هوا اومد کو. خدا آفریدش. طفل را در مهد گویا او کند. طفلای هستن که در گهواره گپ زدگیان. حضرت عیسی در گهواره گپ زد، حضرت یوسف تهمت کردن در گهواره. کودک به بزرگی بودن و پاک بودن یوسف گواهی دادگی است. در مهد گویا او کند. مرده 100 ساله را حی می کند، این به آن دیگر تا به کی می کند. و میلیون سالا مردگی ها هممون حالی زنده میکند الله سبحانه و تعالی. هممون خدا خواهد انشاءالله. منی خدا یکاییش سوره ای که مبارکه اخلاص میگیمش قل هو الله احد. این سوره تفسیرش پر انشاءالله سوره ای چی است؟ این توحید میگد، یگانگی الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلالت میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان مثل ما و شما صحابگاه که شیشتگی صحبت کرد سادات که همه ابوبکر عمر همش بود. این حدیث همه خلاقت ابو هریره انس علی سلمان فارس روایت میکنن این حدیث. و کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما نزد پیغمبر شیشتگی بودیم. میگه یک گروه مشرکان عرب میگه اومدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفتن محمد، گفتن مانده، گفتن خدا تا صفت کرده، در حق خدا گپ زن. گفتن من خدای ما، گفتن از چی است؟ از چوب است. خدای ما گفتن من از لای است. خدای ما گفتن از هر نمود چیزا هست که یعنی خدا تا برای ما صفت کن. محمد گفت من جواب نمیگم، انتظار میشم تا برای من آیت نیاید. چون که محمد علیه السلام تا خدا نمیگفت، محمد نمیگفت چی. میگه محمد نمیگفت تا جبرائیل نمیگفت. انتظارش نشیست. میگه که جبرائیل امین اومد. سوره اخلاص انشاءالله نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا چی گفت؟ بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله چی یکه. بگو گفت خدا دو تنه است. خدا گفت همیشه یک است، یگانه است انشاءالله. خدا گفت الله الصمد. خدا گفت بے نیاز است، بے حاجت است. ما حاجت به خدا داریم. الله سبحانه و تعالی هیچ حاجتمندی ندارد. ما شما محتاج، ما شما دائم با الله چی علاقه داریم. بیمار شیم چی میگیم؟ الله میگیم انشاءالله خلاقت. ما بعد یک مصیبت بالامو بیاید الله میگیم انشاءالله خلاقت. یا نمی یا یگان سفر میبریم، همه جایی که میریم ما به الله زندگی کردن نمیتونیم، چون که الله همیشه چی است؟ با ماست. همیشه الله چیزی قوه است که مانده بسیار یاردم کننده است، دلمون پر کننده، نترسوننده همیشه. چون که الله سبحانه و تعالی چنان برای ما شما چی است؟ مهربان است. من در شهر روس یک تا مثال میارم.
یک برادر روایت کردن درباره الله، میگه دورهای ریکتی بود، یک 20 سال پیش در شهرهای روس میدانن، من رفتگی نیستم، میشیدم اومدم مجبور آدم ها را بازار نه دالیا میگیستین پل میتی ناشم زندگی جمع کرو ریکت میگفتن وقتا. میگه همین بازار نشته بده، میگه یک ریکت اومد همه میگه پل جمع کرد، یک میگه چیچن بچه استادگی است. بعد میگه پیش آقای اومد و دای دنگی گفت، میگه گفت که ندم چیو چیو تا کریشی است شدولی گفت، میگه دای است گفت میگه کریشی است کتا تا گفت، میگه ایتا الله باخ گفت، میگه هم تا کارات که میگه همین ریکت میگه دست پا شربا شد و دمش درن زد و خط کرموند یکان گپ نزد. میگه همه گفتیم باز یک میزنش همه تماشا دارد، یک سپکتاکل داری چیز تشکیل شد. از این گفتیم زده چنه نیست، میگه نو پاکتی جیوی گفت، میگه برفت دیدیمی نام الله شنیدم بدای که همه یک بار خدا خود فکر میکند. نترسیده گفتی؟ و چون نترسید، چون که یگانه تکیه بر ذاتی چی کرد؟ الله اکبر کرد. انشاءالله بینن عزیزانی من، خدا به حاجت عزیزانی من برای شما حتی مثال میارم. حضرت موسی علیه السلام قوماش گفتن که ای موسی، گفتن همین خدا تپرس، گفتن که خدا خواه میروه، همین با ما معلوم که گفتن خدا خواه میروه. موسی علیه السلام 70,000 بار عزیزانی من با خدای خود صحبت کرده، 70,000 بار در کوی تور صحبت کرده است. وقتی که برفت گفت که خداوندا، گفت قومان پرسیده سه که آیا الله خواب میرانه؟ گفتن اس جوابی تو گفتن من صبح میتیم، جوابو که بی صبح وقتی صبح نگفت من جواب تا میتیم. گفت تو گفت در دستت گفت 2 شیشه آب بیم، با یک روایت گفت روغن، شیشه اسم یگان بوشکچه اسم گفت گرفته، گفت هم تا برداشته بست. گفت وقتی که میگه حضرت موسی گرفته برداشته ایستاد، یک بار خواب غلبش کرد و میگه شیشه اومد زد شکستید پیچید. خدا گفت ای گفت موسی، گفت حالی صبح نشیده، گفت جواب تا گرفتی. چون خداوند در سوره بقره آیت الکرسی میگه مشما طوریم، همین آیت الکرسی یک آیت زیرین دارد، استعوذ بالله لا تأخذه سینة ولا نوم، یعنی خدای من پینک خواب نمیگیرش. موسی گفت اگر گفت من همیشه پینکم کنم، میدانی این زمین کو آفتاب و همه چیزا باید دیگه زده نیست و نابود میشوند. خدای تو گفت خواب ندارد. خداوند میگه شاید تو عجب قدرت داری، بنده در خواب و تو بیداری. می خدای مهربان عجایب قدرت دارد. ما شب و روز خواب میریم لکن الله پینک نمیکند. الله مهربان همیشه در خدمتی چی است؟ من و شما است. من و شما را خدمت میکند عزیزان من. شب و روز ما و شما را نگه میدارد، شب و روز حاجت ما و شما را میبرارد، شب و روز در خدمتی چی است؟ الله مهربان گفت بین، گفت موسی گفت اگر خدای تو خواب را گفت این دنیا نیست و نابود شده میراد. عزیزان من لم یلید، خدا میگد از یگان کس زایده شدگی نیست. خدا پدر ندارد عزیزی من، مادر ندارد، نیاد نبرار. خدا را اول و انتهاش نیست، سرچشمش نیست ای کدام عصر پیدا شده، انتهاش نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله یک منکر خدا 3 سوال کتی مراجعت کرد، 3 سوال کتی مراجعت کرد. گفت من نبی اومد میگه خلیفه همون زمانه گفت یک آدمی داناترین شخص پیش من بیار. میگه حضرت 3 سوالش دادم، گفت جواب داده نمیتونه، 3 سوالش میتیم. حضرت امام اعظم گیرون دید که یک منکر خدا در بالای کرسا شیشتگی است، سیاست دارد. خیلی گفت جواب سوال تا بگو، یکم بگفت پیش خدا کی بود. دویم سوالم گفت خدا کجا را میبینه. سوم سوالم گفت خدا چیکار میکنه. جواب تی گفت. خواب گفت که گوش کنه که گفت اگه محتاجی تو با من نمی، گفت ها نباشم ای تخفرا انجا تو میشینی من در تخت میشینم، تو نه سوال نه جواب میگردونم.
خوب گفت بالای تخت برمد گفت یکم سوالی کرده که پیش خدا کی بود؟ از 10 حساب کرده بیا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. این طرف یگان چیزای نیست. پیش خدا چی نبود. دیگه دمش گرفت. قانع شدی؟ گفت قانع شدم. دیم سوال تا گفت خدا کجا را دیده ساده؟ خدا می مشاگرداش رفتن که یک شم بیاره. یک شم آوردن، میگه شم در گراندن. گفت که میگه سایه شیاب که یگان جا را سایه شم نیست، همه جا روشنی داره. خدا گفت همه جا میبینه. خدا فقط پیش و پیش نه، همه جا برای خدا چی عیانه. گفت سهم سوال چی بود؟ گفت سهم سوالم خدا چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ منه تو را خار کرد، منه عزیز کرد، منه بالای تخت برود تو افرود، با چیکارت کنه؟ خدا همین خیلی قدرت داره. گفت میگه تن داد، میگه با برمده بره. بینین برای این پیشه خدا هیچی نبود. انشاءالله خدا خواهد. بینین پدر ندارد، مادر ندارد عزیزان من. ولم یولد، کسی از یعنی خدا زایده شدگی نیست عزیزان من. یگان کس از خدا زایده شدگی نیست. یعنی چی نداره خدا خواهد؟ فرزند نداره، زن نداره، دختر نداره عزیزی من. معصیتی ندارد، یگان چیز ندارد الله سبحانه. خودش تنها است عزیزی من، تنها. کسی که نسبت میتید من بعض مشرکان حضرت عزیر چی گفتن؟ بچه خدا شرک آوردن. حضرت عیسی وقتی که آسمون برمه برفت زنده حالی در آسمون، در 4م آسمون بر صورت فرشته، حالی روی زمین می خدا خواهد انشاءالله زمانش حضرت عیسی بچه خدا اعلان کردن. یا نمی اینچنین مشرکان عرب هم فرشته هایی که خدمت الله میکنن و یا را چی گفتن؟ و یا گفتن چی هستن؟ دخترای خدا هستن. نعوذ بالله من الظالمین. کسی که این میتید مشرک میشود عزیزانی من. با خدا شرک نیار، همه گناه الله میبخشد الا کسی که شرک میارد. خدا میگه بچه دارد، خدا زن دارد. این کمبودی هایی که دارد اگر این کمبودی ها به خدا باشد به خدا نمیشود. خدا بخورد، خدا بشیند، خدا بیاش آمد، خدا راه را گرد، خدا جا داشته باشد، خدا مکان داشته باشد، وای خدا نمیشود. طوری خدا همین خشیشتن درگاه که از همه چیز قادر انشاءالله خدا کرد. همون ذات الله سبحانه و تعالی انشاءالله. الحمدلله عزیزانی من بینین ولم یکن له کفوا احد. خدا یگان چیز در این دنیا برابر شده نمیتوند، مانند شده نمیتوند عزیزان من. هیچ کس خدا مانند شده نمیتوند. هیچ کس برابر 1000 میلیاردر باشیم، 1000 زور باشیم، هیچ وقت قدرت خدا انشاءالله قادر شده نمیتونی. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یگان مانند نیست، مانند نت خدا انشاءالله خدا خواهد. عبدالله مبارک بینین در بیابان میرفت، میگه چی؟ یک جوان دید یک کودکی که گوسفند پایسته گشته است. گفت همین، گفت از یعنی خدا خبر ندارد. یک هم خبرش دیم. گفت من نبی، گفت خدا میشناسی؟ گفت البته میشناسم. چخیل که خدا را تو میشناسی؟ گفت همین قدر آسمان و زمین نبی، این آفتاب بین، مهتاب بین، این کوه ها بین، زمین ها بین، این البته صاحب دارد، این صاحبش الله هست. گفت الله گفت من در صفت که الله چه خیلی میدونی؟ گفت همین من بی گوسفند بی، همین من بی گوسفند بی. گفت همین فرق داره ما، مانند نیستیم ما. این گفت خدا مانندی ندارد در دنیا. مثال عادی گرم برای شما مثال میارم. شما در یک خانه ده 7 کس 8 کس اکا و دادر و پاچه و خواه زندگی میکنه. طوری می برای قدرت خدا یک روز جمع شوه همه تو قطار بستین، بعد گویا که کنی کدامیمو یک خیله هستیم، یگان تا یک خیله نیست عزیزان من. این خدا قدرت چه برای ما شما نشون داده، چون که انجینیر ما شما الله هست. الله سبحانه و تعالی از یک پدر و یک مادر، یک زواد و یک فابریکه 10 نمود چی محصولات پیدا داره. یتش خوشرو، یتش بیزیبتر، یتش خوشفعل، یتش بدفعل، یتش بندید، یتش رنگش دیگر. بینه این خدا قدرت داره. وای برف میگه که او کودک باید که تربیه کنه بود، از کودک میگه عبرت گرفت. گفت من یک نصیحت که گفت
من نبی گفت اگر گفت علم برای خدا گرفته شید دری طمع به خودت بند، مردم ها الله تاراج نکن. اگر برای دنیا گرفته شید از جنت امید نکن. طالب علم ها عزیزان من البته علم برای الله، برای رضای الله گیرن انشاءالله خدا خواهد. اولا باید هر طاعت، هر عبادت، هر عمل باید که برای رضای چی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. عزیزان من چند حدیث درباره فضیلت انشاءالله خدا خواهد یعنی سوره اخلاص میگم. در حدیث امام بخاری است، امام بخاری رحمت الله علیه حدیث است، پیغمبر من با شما خبر دیم که به یک سبب خوندن سوره اخلاص 3 قرآن شما ختم میکنین. 3 قرآن 3 پخش دارد عزیزان من، 3 قسم است. یکتش یعنی چی است؟ توحید، برای شناختن خدا. یکتش انشاءالله برای چی است؟ انشاءالله محترم جماعت امرهای شریعت، حکمهای خدا، چی حلال و چی حرام و چی نیک و بد خدا خواهد فرمان کرده. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی قصه های پیغمبرها هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان 25 تا پیغمبر قصه برای ما شما حکایت، حتی سوره هاست به نام نوح، برای سوره ابراهیم، سوره هود و هاکذا، یا که سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. پیغمبری بزرگوار به نامش الله علاهده یک سوره دارد، سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. این قصه ها را مثال بیان میکند. گفتن ما چی خیلی گفتن در 1 دقیقه سوره اخلاص گفتن میخوانیم، این 3 قرآن ختم میکنیم. گفتن کسی که سوره اخلاص با اعتقاد با محبت خوند 3 قرآن ختم کرده که برابر است. عزیزان من رسول الله خانه اومدن، عایشه مادرمو رضی الله تعالی عنها یکی از زنهای بهترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چنان زن بهترین است که عزیزان من 210 حدیث از پیغمبر علیه السلام روایت کرده. ما مردک شده حدیث یاد کنه میتونه خودتونه دعوا میکنه با من و فلانم با زنکش 210 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده. گفتن که عایشه گفتن جانی من کنه بگو که برای چی در 1 شب تو قرآن ختم نمیکنی؟ برای چی تو در 1 شب حج و عمره نمیکنی؟ تو برای چی در 1 شب مؤمنا را تمام از خودت راضی نمیکنی؟ چون تو در 1 شب گفت یعنی تمام انشاءالله خدا خواهد پیغمبرها شفاعتگری خودت نمیکنی. عایشه صدیقه که جانم فدای شما باد یا محمد جدا دوست می‌داشت، به نهایت انشاءالله خدا خواهد دوست می‌داشت. جانم گفت فدای شما باد. گفت این من در 1 دقیقه گفت چخیل گفت این کارا را بجا کنم. من به گفت عایشه گفت اگر 3 بار سوره اخلاص خوانی گفت قل هو الله احد یعنی قرآن ختم کرده ثواب شه الله می‌دهد. وقتی که کلمه تمجید که عزیزان من 4 کلمه 6 کلمه دینی است که بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. اگر همه کلمه مبارکت در وقت خواب رفتن بالای جاگه بخونی گفت ثواب حج و عمره خدا در نامه اعمالت بنویسه. 3 گفت وقتی که اللهم اغفر لی میخوانی، ما شما در نماز همین مغفر اللهم اغفر لی همه دعای بهترین میخونیمش یا نمی؟ اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بعضا انوات میگن خودی نباته نه اموات، من معنیش میگم اللهم اغفر لی گفتگی ای پاکا پروردگارا یکم گناه من مغفرت کن. گناه خودت میپرسی یکم ولی احتتمون علی افتتمون یکم اللهم اغفر لی گفتگی گناه من مغفرت کن.
بد ولی والده بد پدر و مادر مکن ولی استازی استاز مکن. کدام استازی که علم یاد داد کسب و هنر یاد داد وای استاز است عزیزان من. استاز من میگد چیکار کن؟ مغفرت کن. والجمیل مؤمنین و المؤمنات، جمیع تمام مؤمن مردها، جمیع تمام مؤمن زنها را خدا مغفرت کن. والمسلمین و المسلمات، کسانی که مسلمان مردها هستند مسلمان زنها هستند اینا را خداوند خودت مغفرت کن. الاحیائی، این چونین زنده ها را مغفرت کن عزیزان من. ولی یک کلمه اگر ما شما برداریم خدا رحمتت کنه او تو نگو دهت شمال بلا من شو خدا رحمت میکنه من اول زنده ام کو حتی خدا رحمت نکنه چی ندار کاری رحمت خدا تو فرا نگیره چی در کاری تو این رحمت من پدر رحمتم چی است؟ رحمت خدا بر تو باد. شما نترسید زنده را که خدا رحمت کنه خدا مبارکت کنه. این کلمه بزرگترین کلمه است. این کلمه مرگ نیست. برای شما مرگ خواستن است چون که اگر خدا رحمتش نگیره هم عمل مو بیکار است. وقت نیست من شما چندین قصه است درباره رحمت الهی فرا گرفتن. منهم والاموات، کسانی که از همین ها وفات کردن وی ها را رحمت که گفتگی دعا است. همین دعا کنه گفت تمام مؤمن و مسلمان از تو راضی می شوند. چهارم گفت به من گفت و به تمام پیغمبرای پیشین گفت صلوات گو. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و جمیع الانبیاء و المرسلین. با تازی که هم بگوش خدا خواهد پروردگارا اولا محمد خدا خواهد انشاءالله چکن مبارک کن، محمد خدا خواهد رحمت کن، قبرش پرنون کن و تمام پیغمبرای پیشین یا که آدی قصه گو از آدم تا خاتم که جمیع پیغمبرها گذشتن از ما راضیش کن گردون. گفت روز قیامت همه پیغمبرها گفت نزد الله برای شفاعتی تو گواهی میتین. گفت بینین یک دوسته دیگه حدیث میگم انشاءالله خدا خواهد. این اخلاص همین خیلی است که عزیزان من پیغمبر بزرگتن که قسم به ذات خدایی که جان من در دست اوست. من گفتم فضیلت سوره اخلاص به شما گفتن یا رسول الله گوین. گفتن قل هو الله احد در قنات حضرت جبرائیل نیستگی بوده. الله الصمد عزیزان من در قنات حضرت میکائیل. لم یلد ولم یولد باشد در قنات حضرت چی؟ اسرافیل. ولم یکن له کفوا احد در قنات حضرت انشاءالله عزرائیل علیه السلام جانگیر نوشته شده عزیزان من. بین حتی پیغمبری بزرگ گفت من خبر کیم قل هو الله احد گفت در پیشانی گفت ابوبکر نوشته. الله الصمد گفت در پیشانی عمر نوشته. لم یلد ولم یولد گفت در پیشانی کی؟ یعنی عثمان رضی الله عنه نوشته. ولم یکن له کفوا احد گفت در پیشانی حضرت علی نوشته. عزیزان من این چهار شهریار چهار وزیر محمد صلی الله علیه و سلم دم بین سوره اخلاص در پیشونیش گفت نوشته. عزیزان من این بسیار اخلاص است که خدا خواهد ما و شما را نجات میتید. که در کسی که گفتن در بیرون نماز خونده میشود این یا که در درون نماز خونده میشود عزیزان من خوانندش از آتش دوزخ از عذاب قبر انشاءالله خلاص میکرده است. یک روایت خواندم یک انسان میگه بچهش وفات میکند یک شب میبیند که میگه در دوزخ است یک شب دیگر میبیند که در جنت است. بچه هم میگه دین شب خواب دیدم در دوزخ بودی عذاب کشیده سادادی امروز خوابت میبینم در جنت هستی. گفت پدر جان گفت دیروز گفت یک بنده خدا دوست خدا گفت همین قبرستان دورمد 3 مراتبه سوره اخلاص گفت خواند و ثواب شب اهل قبرستان بخشید. گفت من دم نصیب کرد که من که دیدی امروز در جنت هستم. بینین اخلاص انشاءالله نجات دهنده از قبر ما و شماست عزیزان من. اخلاص باید که با محبت عزیزان من با عشق همه ما شما انشاءالله خدا خود تلاوت کرده گردیم.
همه ما و شما انشاءالله خدا خواهد خوانیمش در نمازات، بیرون از نماز، من از شبها خدا خواهد انشاءالله وظیفش کرده گردیم هر روز 100 مراتب خدا خواهد. من قرآن حق دارد، میدانین قرآن حق دارد. قرآن حقش در یک روز 100 آیت خوندن در کار. اینو گیرم میکنه. اگر نخوانی قرآن روز قیامت از بالا دعوا میکند. روزه حق دارد، میدانی روزه حقش در یک ماه 3 روز گرفتن در کار، 3 روز روزه گرفتن در کار. صدقه حق دارد، هر روز جمعه هیچ نباشدم خدا خواهد انشاءالله یک 7 سوم اسمی 10 سوم اسمی خدا خواهد خیر کرده به انشاءالله. خدا خواهد اینا حقاشون است. الا روز قیامت حقا انشاءالله دعوا کنه میشد پیش الله سبحانه و تعالی. عزیزانی من انشاءالله بیاین الله هممون انشاءالله خدا خواهد بزرگیش گیریم. با شما باد صدای خدا. آموزش شدن را فراموش نکنید.